Assalomu alaykum aziz salomat xonim salomlashid. Dar bobati Surah Qadr dashmoqchi edim. Ya'ni ki Surah Qadr ro inson میدونیم قدر است. یعنی که قدر تقدیر انسان رو در اون شب‌های قدر، یعنی که خداوند چیکار میکند؟ میسنجد، یعنی که دعای ما رو قبول میکند. این از معنای تقدیر سنجیدن. در سوره قدر، یعنی که سوره 97 در آیت قرآنی باشد و 5 آیت از 5 آیت عبارت باشد. آیت اولش این گونه است: بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. و درستی که ما نازل کردیم قرآن رو در شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چگونه درک میکنی که شب قدر چگونه شب است؟ چگونه تو میگه برو چی حس میکنی یا که قدردانی میکنی شب قدر رو؟ میگن لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است. لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی که شب قدر بهتر از 1000 ماه است. بهتر از 1000 ماه. 1000 ماه اگر حساب کنیم 83 سال و 4 ماه میشد. کسی که یک شب قدر اگر که عبادت کرده باشد، قرآن خوانده باشد، توبه و ندامت کرده باشد، در نزد الله تعالی همین حسابیده میشد که 83 سال و 4 ماه در نزد خداوند عبادت کرده حسابیده میشد که همون بنده در نزد خداوند 83 سال و 4 ماه عبادت کرده است، یا که 83 سال و 4 ماه قرآن تلاوت کرده است، 83 سال و 4 ماه در نزد الله تعالی توبه کرده است، 83 سال و 4 ماه در نزد خداوند ارزوی چی میگن رای کرده است، اردوهایش رو نسبت خداوند طلب کرده است. بعد میگه که تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. میگه در همون شب ملائکه میفرایند، همه ملائکه میفرایند، با همراهی بنده ها دعا میکنند. از نزد بنده ها اون طرف نمیروند، دعا میکنند در نزد بنده ها، با بنده ها دعا میکنند، دعا بنده ها رو مثل با الله تعالی برده میرسونند همون شب تا سر ملائکه با همراهی بنده ها دعا میکنند، نماز میخوانند. قرآن وقتی که خصوصا وقتی قرآن تلاوت میکنند در نزد قرآن خوان دور نمیشد، ملائکه در نزد قرآن خوان نشسته قرآن گوش میکنند. سلام هی حتی مطلع الفجر. تا سحر و یا چیکار میکنن با بنده ها بوده. اینجا میگه که آخر آیت بشنون چی بود ترجمه زبانی روسیش قدیم. благополучный. همین شب تا سحر چی میکنن؟ برکت الله تعالی رو از خداوند ملائکه برای بنده ها چی میکنن؟ طلب میکنن. و ما هم این شب برای ما تا سحر شیء و برکت میباشد. تو چیز است چی میگن روشنی کمتر، چی میگن تو صبح دمه ملائکه با همراهی ما میباشن حتی مطلع الفجر، تو دمیدنی فجر. انا میگونن شب‌های قدر رو پاس داریم، برای ما خوب است، برای ارزوهای ما عملی میشه. چه ارزویی که داریم میکنیم. اما این چون در حدیث پیغمبر اومده است که کسی که اگر همین شب رو با ایمان و با چی میگن امید دعا کند، گناه‌های گذشته او بخشیده میشد. کسی که این شب رو چی کند؟ طلب کند با امید و با دعا، گناه بخشیده میشد. این چی معنای این شب این است که این یک معناش که شبی بزرگ است و این چونین شبی قدر بگیم شب‌های مقدس در نزد الله تعالی حسابیده میشد. مینه دارم از شما. زنده سالم خانم سلام باشید.